درود بر شما. به دهمین ویدیو از مجموعه آموزشی 0 تا 100 طراحی سایت با HTML و CSS خوش اومدید. در این ویدیو میخوایم در مورد لینک ها در HTML و نحوه ایجاد انواع اونها از قبیل لینک دادن به سایت های خارجی یا ایجاد لینک های داخلی در سایت یا ایجاد لینک به یک قطعه خاص از صفحه صحبت کنیم. از نظر SEO صفحه وب یک صفحه وب خوبه که پیوندهایی به صفحات سایت های دیگه مرتبط با موضوع در حال بررسی، چه به عنوان منبع موضوع و چه به عنوان مطالعه بیشتر کاربر در رابطه با این موضوع ایجاد کرده باشه. و اگه میخواین سایتی که ایجاد میکنید در صفحه اول گوگل قرار بگیره، از نقش پیوندها غافل نشید. خلاصه بگم لینک ها و پیوندها چیزیه که کلا وب در مورد اونه. خب برای شروع کارمون از صفحه دسکتاپ پوشه HTML بیسیک رو با استفاده از VS Code باز میکنم و در داخل این پوشه یک فایل جدید ایجاد میکنم با عنوان l10 links.html و در داخل این فایل کلید شیفت و یک رو میگیرم و تب رو میزنم تا داکیومنتمون ایجاد بشه. خب به عنوان تایتل هم قرار میدم l10 links. خب از درس‌های قبلی خاطرتون هست که برای ایجاد یک لینک در HTML از تگ A استفاده میکنیم. من یک تگ A ایجاد میکنم. برای اینکه یک متن انتخابی رو تبدیل به پیوند کنید کافیه اون رو به عنوان محتوای تگ A قرار بدین و از ویژگی href برای URL صفحه مورد نظر استفاده کنید. به عنوان مثال میخوام پیوندی رو به صفحه سایت ادیما و صفحه دوره‌های آموزشی اون سایت ایجاد کنم. خب به عنوان محتوا میتونم قرار بدم ادیما کورس و به عنوان href هم https://www.edima.ir و صفحه دوره‌های آموزشی سایت. حالا که پیوند رو ایجاد کردین با استفاده از صفت تارگت میتونید تعیین کنید که پیوند در یک صفحه جدید باز بشه یا در همین صفحه‌ای که هستین. یک کامنت ایجاد میکنم to do attribute target. خب برای ایجاد اینجور کامنت هایی من از اکستنشن بتر کامنت استفاده میکنم که شما میتونید عنوان این اکستنشن رو سرچ کنید و اون رو نصب کنید برای خودتون که با استفاده ازش میتونید کامنت هاتون رو سازماندهی کنید که توضیحات بهتری درباره کد هاتون ارائه بدین و خوانایی کد هاتون بهتر بشه. خب این قسمت رو من میبندم. در اینجا یک تگ h2 ایجاد میکنم و در داخلش قرار میدم go to the و یک تگ A. البته همین بالا رو من پی میکنم در اینجا و برای صفت تارگت همونطور که میبینید خود ادیتور به ما انتخابهای مختلفی که برای این صفت داریم رو ارائه میده. خب در مورد پرنت و تاپ در ویدیوهای بعدی صحبت خواهیم کرد. مقدار پیش‌فرض برای صفت تارگت مقدار سلف هست که ما برای این لینک اصلا صفت تارگتی رو قرار ندادیم، در واقع مقدار صفت تارگت سلف هست و اگه اون رو روی آندرلاین بلنک تنظیم کنیم لینکمون در یک صفحه جدید باز میشه. خب با استفاده از لایو سرور این رو باز میکنم تا خروجی رو ببینیم. خب همونطور که میبینید به صورت پیش‌فرض مرورگرها لینک هایی که باز نشدن به صورت آبی زیرخطدار نمایش میدن. اگه روی لینک کلیک کنیم و نگه داریم لینک به صورت قرمز در میاد، یعنی اینکه لینک فعال هست. و اگه روش کلیک کنیم میبینید که لینک به صورت بنفش ظاهر میشه، یعنی لینک دیگه باز شده که میتونید پیش‌فرض مرورگر رو با استفاده از CSS تغییر بدید. دیدید که با کلیک بر روی این لینک تارگت بلنک داشت در یک صفحه جدید باز شد لینکمون، ولی اگه روی این یکی کلیک کنم میبینید که در همون صفحه‌ای که هستیم لینک باز میشه که این در واقع تارگتش روی آندرلاین سلف تنظیم شده
و اما بخش اصلی درس که میخوام در مورد انواع پیوندهایی که میتونیم ایجاد کنیم صحبت کنم. برای ایجاد پیوند مهمترین موضوع نحوه تعیین href برای پیونده که همونطور که گفتم مقصد یا هدف پیوند رو مشخص میکنه که آدرس صفحه یا URL صفحه وب رو در اختیار مرورگر قرار میده. خب من 2 کامنت جدید در اینجا پیست میکنم. 2 راه برای تعیین URL وجود داره. یکی URL های مطلق یا absolute URL و دیگری URL های نسبی یا relative URL. یک لینک خارجی رو با استفاده از URL های مطلق ایجاد میکنیم و یک لینک داخلی رو با استفاده از URL های نسبی. لینک های خارجی همونطور که دیدید ایجاد لینک برای سایت های دیگه هست و لینک های داخلی هم ایجاد لینک در بین دایرکتوری های همین سایتی که داریم. و اما سوال اینه که چطور URL های مطلق رو ایجاد کنیم. تا الان هرچی لینک ایجاد کردیم لینک خارجی بوده. لینک های خارجی شامل پروتکل، نام دامنه و احیانا یک نام مسیر هست که فایل مورد نظر در سرور رو ارائه میده. خب من این تگ H2 رو از این بالا کپی میکنم و در این قسمت قرار میدم. برای توضیح URL های مطلق و لینک های خارجی میتونم به این قسمت مثلا به سایت ادیما برم و روی وبلاگ کلیک میکنم و میتونیم این لینک رو کپی کنیم و در این قسمت قرار بدیم به عنوان href. میبینید که شامل پروتکل، نام دامنه و مسیر هست. به صفحه های جانبی یک سایت خارجی اگر خواسته باشیم لینک بدیم باید نام مسیر رو هم قرار بدیم. اینجا قرار میدم ادیما وبلاگ و فایل رو سیو میکنم و اگه در خروجی کلیک کنیم میبینید که به همون صفحه وبلاگ در سایت ادیما میریم. خب میبینید ایجاد لینک های خارجی خیلی ساده است. کافیه که اون لینکی که نیاز داریم از مرورگر کپی کنیم و در قسمت href قرار بدیم. و اما نحوه تعیین URL های نسبی یا لینک دهی داخلی که اکثرا مشکل داریم در تعیینش. URL های نسبی نام مسیر یک فایل رو در سایت خودمون نسبت به سند فعلی تعیین میکنن. در این حالت به پروتکل و نام دامنه نیازی نداریم و فقط نام مسیر مورد نیازه. من از قبل برای تمرین بیشتر شما یک قالب HTML با عنوان ادیما وب تهیه کردم و اون رو در داخل پوشه HTML بیسیک قرار دادم. خب اگه این پوشه رو دایرکتوری ریشه یک سایت در نظر بگیریم نمودار درختیش به این صورته که در اینجا 3 سطح دایرکتوری داریم که هرچی از دایرکتوری ریشه دورتر میشیم یعنی سطحمون داخلی تره یا اصطلاحاً پایین تره. خب برای توضیح بیشتر لینک های داخلی من یک لینک ایجاد میکنم. از این بالا باز H2 رو کپی میکنم در اینجا و مثلا قرار میدم go to the example of links و به عنوان href میخوام از فایل links.html برم به داخل پوشه ادیما وب و فایل index.html رو فراخوانی کنم. پس دیگه به نام دامنه و پروتکل نیازی نداریم. در این قسمت قرار میدم ادیما وب، نام پوشه‌ای که میخوایم بریم داخلش و نام فایلی که میخوایم به اون لینک بدیم قرار میدیم و به عنوان محتوا هم قرار میدم ادیما وب. خب اگه فایل رو سیو کنیم و در خروجی روی ادیما وب کلیک کنم میبینید که به صفحه index.html میریم که در داخل پوشه ادیما وب هست. خب در داخل این پوشه من میخوام که لینک هایی رو به دایرکتورهای دیگه این سایت و همچنین لینک هایی رو به سایت های خارجی یا لینک هایی که در یک صفحه میتونیم ایجاد کنیم به قطعه یک صفحه رو ایجاد کنیم که من چند تا از لینک ها رو برای نمونه برای شما انجام میدم که زمان ویدیو زیاد نشه و فایل کامل و فایل استارتر این پروژه رو در سایت قرار میدم که شما دانلود کنید و کلیه این لینک های این پروژه رو میتونید ایجاد کنید. برای تمرین بیشتر با استفاده از URL های نسبی انواع مختلفی از لینک ها رو میتونیم ایجاد کنیم. مثلا
در داخل یک دایرکتوری بین فایل های یک دایرکتوری اگه بخوایم لینک بدیم، مثلا از فایل index.html به about.html URL فقط نام اون فایل هست و اگه خواسته باشیم مثلا از یک دایرکتوری نزدیک به ریشه سایت به یک دایرکتوری دورتر از ریشه سایت لینک بدیم، نام مسیر حاوی نام هر زیر شاخه‌ای هست که برای رسیدن به فایل مورد نظر از اون عبور میکنیم. مثلا از index.html به html.html به این صورته که بعد وارد پوشه learn web بشیم و فایل html.html رو پیدا کنیم. پس URL به این صورته پوشه learn web و بعد html.html. و یا اینکه خواسته باشیم از یک فایل در دایرکتوری با سطح دورتر از ریشه سایت به دایرکتوری با سطحی نزدیکتر به ریشه سایت خواسته باشیم لینک بدیم، مثلا از html.html خواسته باشیم به index.html که در این قسمت قرار داده لینک بدیم، از اون سطح هایی که داریم خارج میشیم باید بکاپ بگیریم و بکاپ گرفتن رو با ./ مشخص میکنیم. خب در اینجا الان از سطح دوم میخوام بیام به سطح اول، میگم ./ یعنی رسیدم به سطح اول و بعد index.html. و اگه خواسته باشیم مثلا از frontend.html بیایم به index.html چیکار میکنیم؟ میگیم که از اینجا میام به این سطح که جاوا اسکریپت هست، پس میگم ./ و بعد میام به این سطح بالایی یک ./ دیگه و بعد /index.html. خب بریم به فایل index.html و در این بالا میخوام به صفحه about.html یک لینک رو ایجاد کنم. خب من این قسمت رو کامنت میکنم تا شما بعداً بدونید که به چه صورت بوده و ما چی کاری رو در این درس انجام دادیم. تگ P رو دوباره ایجاد میکنم، در داخلش یک تگ A ایجاد میکنم. خب به عنوان href میخوایم بریم به صفحه about.html. چون اینها در یک دایرکتوری هستند کافیه فقط مقدار about.html رو به عنوان href قرار بدیم. میبینید که خود ادیتور برای ما مشخص میکنه این لینک رو و به عنوان مقدار هم قرار میدم درباره این سایت به عنوان محتوا. و اگه فایل رو سیو کنیم و بریم به خروجی میبینید که درباره این سایت به صورت لینک در میاد. خب اگه کلیک کنم روی این لینک میریم به صفحه درباره ما. خب حالا میخوایم از صفحه index.html یک لینک ایجاد کنیم به صفحه frontend.html. صفحه index.html در اینجاست و باید بریم به داخل پوشه learn web و بعد پوشه جاوا اسکریپت و بعد frontend.html. پس باید زیر شاخه ها رو به ترتیب بنویسیم تا برسیم به این قسمت. خب باز اینجا رو من کامنت میکنم، در خط بعدی یک تگ li ایجاد میکنم، در داخلش یک تگ a ایجاد میکنم به عنوان href. باید بریم به داخل پوشه learn web و بعد پوشه جاوا اسکریپت و بعدش فایل frontend.html رو میخوام بهش لینک بدم. به عنوان محتوا هم قرار میدم کاربرد جاوا اسکریپت در کلاینت سایت مثلا. و باز اگه فایل رو سیو کنیم و بریم به خروجی برگردم به صفحه index.html میبینید که به صورت لینک در میاد این قسمت و با کلیک بر روی اون به فایل frontend.html میریم. خب در صفحه frontend.html میتونیم بازگشت به صفحه خانه رو داشته باشیم. خب بریم به صفحه frontend.html. میخوام این تگ P رو تبدیل به لینک کنم و برگردم به صفحه خونه. پس این رو کامنت میکنم و در خط بعدی یک تگ P ایجاد میکنیم، در داخلش یک تگ A. چون میخوایم از اینجا بیایم بیرون، بیایم به سطحی که جاوا اسکریپت هست، پوشه جاوا اسکریپت هست و این فایل HTML و همچنین فایل CSS، باز دوباره بیایم به سطح بالاتر که learn web هست و بعد در اون سطح بریم به index.html.
HTML. پس باید از این سطح هایی که داریم عبور میکنیم از پایین میایم به سمت ریشه بکاپ بگیریم. بکاپ گیری هم که به صورت دات دات اسلش میبینید که اومد به بالا و این جاوا اسکریپت و اینها رو به ما نشون میده و بعد یه بار دیگه دات دات اسلش و اومدیم به سطح اول که فایل index.html در اونجا هست و به عنوان محتوا هم قرار میدم بازگشت به صفحه خانه. خب اگه فایل رو سیو کنیم و خروجی رو ببینیم میبینید که این قسمت به صورت لینک در اومده که اگه کلیک کنم روش میرم به صفحه index.html که صفحه خانه و اصلی این سایت هست. خب این موارد رو میتونیم با هم ترکیب کنیم. مثلا در داخل پوشه استایلز یک فایل داریم به عنوان font.css. میخوام از پوشه فونتس که فونت هامون در اینجا قرار داره میخوام این فونت ها رو در داخل فایل font.css فراخوانی کنیم. پس باید از اینجا یک لینک برای اینها در نظر بگیرم. اگه به فایل font.css بریم میبینید که ابتدا بکاپ گرفتیم، یعنی برگشتیم به یک سطح بالاتر که پوشه استایل هست، داریم ازش رد میشیم با دات دات اسلش. حالا استایل و فونت در یک سطح هستن این دوتا پوشه. میخوام برم داخل پوشه فونت بشم، پس نام مسیر رو ادامه میدم فونتس، بعد EOT و بعد نام فونت هرچی هست قرار میدیم دیگه به این صورت که اینها رو بعداً در بحث CSS با هم خواهیم دید. و این قسمت ها رو من ببندم. خب علاوه بر اینجور لینک دادن میتونیم با استفاده از پوشه ریشه سایت هم لینک بدیم. الان چون ادیما وب در داخل HTML بیسیک هست، ریشه سایت ما در واقع HTML بیسیک هست. شما میتونید ادیما وب رو از داخل این پوشه خارج کنید و در یک جای ذخیره کنید. اون وقت هست که ادیما وب ریشه سایت شما هست و با استفاده از ادیما وب شما لینک میدید. ولی در واقع الان میخوایم با استفاده از HTML بیسیک لینک بدیم. با استفاده از ریشه سایت به این صورت عمل میکنیم که مثلا میخوایم از frontend.html لینک بدیم به html.html. به جای اینکه مثل حالت قبل بگم که از این سطح بکاپ میگیرم نقطه نقطه اسلش و بعد میرسم به فایل html.html، بگم که از ریشه سایت استفاده کنیم. ریشه سایت به این صورته که به جای اینکه در href قرار بدیم نام فایل اصلی سایت رو، از اسلش به جاش استفاده میکنیم. یعنی در ابتدای URL مون یک اسلش قرار میدیم و بعد مسیر رو ادامه میدیم زیر شاخه‌های مختلف رو. الان میخوام برم به html.html برسم، میگم اسلش، میرم داخل پوشه learn web و بعد دوباره اسلش html.html که این نوع لینک دادن برای تمام صفحات سایت صدق میکنه. مثلا از اینجا اگه خواسته باشیم edima.png رو هم فراخوانی کنیم در داخل این فایل، به راحتی میگم /image edima.png به جای اینکه این همه راه رو برم. خب بریم به فایل index.html و میخوام یک لینک رو به صفحه html.html یا css.html فرق نمیکنه. این رو کامنت میکنم. میخوام با استفاده از ریشه سایت این بار لینک بدم. یک تگ li ایجاد میکنم، یک تگ a ایجاد میکنم. در داخل این تگ a به عنوان href میگم اسلش، میایم به داخل پوشه ادیما وب، چون ریشه سایت ما فعلا HTML بیسیک هست. بعد از ادیما وب میخوایم بریم به learn web. پس در این قسمت learn web رو قرار میدم و در داخل پوشه learn web فایل html.html قرار داره. به این صورت میتونیم عمل کنیم و اینجا هم قرار میدم html. خب اگه فایل رو سیو کنیم و میبینید که این HTML به صورت لینک در اومد، با کلیک بر روی این قسمت میریم به صفحه html.html که در مورد HTML توضیح دادیم. خب حالا میخوایم بازگشت به صفحه خانه رو از این صفحه با استفاده از ریشه سایت انجام بدیم. خب در صفحه html.html این قسمت رو کامنت میکنم، یک تگ p دوباره ایجاد میکنم و در داخلش یک تگ a.
خب الان با استفاده از ریشه سایت میخوایم بریم به index.html. کافیه به جای html basic بگم اسلش و میایم به سطح اول. index.html کجاست؟ در همون سطح اول. پس کافیه بگم اسلش. البته یک ادیما وب هم داریم قبلش چون در داخل پوشه ادیما وب هست و بعد index.html که این قسمت رو هم قرار میدم بازگشت به صفحه خانه. خب اگه خواسته باشیم از اون روش دیگه استفاده کنیم میتونم این رو کپی کنم. به جای اینکه به این صورت عمل کنیم میگم که دات اسلش، یعنی از سطحی که HTML هست اومدم الان در سطحی هستم که پوشه لرن وب قرار داره و لرن وب در کنارش چه قرار داره؟ index.html. به این صورت هم میتونیم بازگشت به صفحه خانه رو داشته باشیم. این فایل رو سیو میکنم. در خروجی میبینیم که دو تا بازگشت به صفحه خانه داریم. اوپن ویت رو میزنم، در یک تب جدید اینها رو باز میکنم. میبینید که هر دوتاش اومدیم به صفحه index.html. و اما نوع سوم لینک هایی هستن که در یک صفحه خاص از سایتمون ایجاد میکنیم که به اونها بوکمارک لینک میگن. خب دو نوع داریم، یکی این که در یک صفحه خاص به یک نقطه از صفحه لینک بدیم، یا این که از یک صفحه خاص به قطعه ای از صفحه دیگه لینک بدیم که این حالت رو میتونیم برای سایت های دیگه هم انجام بدیم که البته باید یک شرایطی ایجاد شده باشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. خب دو مرحله برای این مدل لینک ها داریم، یکی شناسایی مقصد هست و دیگری لینک دادن به مقصد. خب من برای این کار یک فایل در نظر گرفتم با عنوان glassary.html در پوشه ادیما وب. ابتدا برای اینکه شما بدونید به چه ترتیب هست اینها یک لینک در اینجا ایجاد میکنم. میخوام به فایل glassary.html لینک بدم. خب به جای index.html قرار میدم glassary.html و به عنوان اینجا هم قرار میدم واژه‌نامه. فایل رو سیو میکنیم. اگه خروجی رو با استفاده از لایت سرور دوباره باز کنیم اینها رو من میبندم این قسمت ها رو. خب اگه کلیک کنیم روی واژه‌نامه به این صفحه میریم. میخوایم در این صفحه کل این قسمت ها رو تبدیل به لینک کنیم که با کلیک بر روی هر قسمت بریم به اون حرف و توضیحاتی که از اون حرف داریم. مثلا کلیک کنیم روی حرف H بریم به قسمت حرف H مثلا یا موارد دیگه، که این جور لینک ها برای صفحات طولانی و مقالاتی که طولانی هستن خیلی به کاربر کمک میکنه. الان لینک دادیم به صفحه واژه‌نامه، میرم به صفحه واژه‌نامه در بالای صفحه. خب ابتدا میخوام برای حرف H مثلا یک لینک رو ایجاد کنم. دو کار باید انجام بدیم: شناسایی مقصد و پیوند به مقصد. در این قسمت پیوند به مقصد رو انجام میدیم و ابتدا یک کنترل F میزنم و اون تگ مورد نظر رو پیدا کنم H2 که حرف H رو داره. خب در اینجا برای شناسایی مقصد در اینجور مواقع باید یک آیدی به این تگ که میخوایم بهش پرش کنیم بدیم که مقدار آیدی رو هرچی دوست داریم میتونیم بذاریم. من قرار میدم start H. خب بریم به ابتدای صفحه. در اینجا H رو داریم، به جای H یک تگ A ایجاد میکنم. میخوام پیوند رو ایجاد کنم. خب برای href اینجور پیوندی باید اون آیدی رو قرار بدیم که در اون قسمت ایجاد کردیم. آیدی رو start H قرار دادم و قبلش باید یک هش قرار بدیم و قرار میدم start H و به عنوان لینکمون هم H. و اگه فایل رو سیو کنیم و بریم بالا میبینید که این حرف H به لینک تبدیل شد. با کلیک بر روی این قسمت میبینید که اومدیم به قطعه ای از صفحه که حرف H داره، یعنی اسکرول کرد خود به خود اومد به این قسمت. خب حالا رفتیم اون قسمت، میخوام که برگردم. میرم به پایین. در این قسمت هم یک، البته قبل از H2 که مربوط به حرف بعدی هست، یک تگ
P ایجاد میکنم و داخلش یک تگ A ایجاد میکنم و آیدی هشتاپ رو قرار میدم. چرا آیدی هشتاپ رو قرار دادم؟ چون در این بالا ما به H1 آیدی تاپ از قبلا دادیم، الان برعکس عمل کردیم، یعنی در پایین که کلیک کنم میام به این بالا. فایل رو سیو میکنم. اگه کلیک کنیم در این قسمت میایم به اینجا و اما این قسمت اون تگ پیمون ایجاد نشد. بریم در اینجا، بریم پایین ببینیم چه اشتباهی کردیم. خب در اینجا براش مقدار در نظر نگرفتم، به عنوان محتوا هم قرار میدم تاپ. دوباره فایل رو سیو میکنیم. میبینید که این تاپ برای ما ایجاد میشه. خب اگه کلیک کنم در این قسمت میام به بالای صفحه، دوباره روی H کلیک کنم میرم به این قسمت. بقیه موارد رو شما خودتون برای همه این حروف به همین ترتیب انجام بدید. من فایل کاملش رو در سایت قرار میدم. و اما از صفحه index.html در اینجا میخوام به یک حرف در صفحه glassary.html بپرم، یعنی مستقیم اونجا تا کلیک کنم بیام به اینجا برسم. پس کافیه که در اینجا مسیر رو قرار بدیم. این رو من کامنت میکنم. خب یک تگ li ایجاد میکنم، یک تگ a ایجاد میکنم. خب از صفحه index.html میخوام بریم به صفحه glassary.html. پس چون اینا در یک دایرکتوری هستن کافیه نام فایل رو بنویسم و برای اینکه بپرم به قطعه‌ای که حرف H رو داشت به اون پاراگراف برسم کافیه که آیدی اون قسمت رو قرار بدیم با استفاده از هش start H و اینجا هم قرار میدم رفتن به حرف H از واژه‌نامه و فایل رو سیو میکنیم. خب از صفحه واژه‌نامه هم میتونید شما یک لینک بدید که مستقیما برگردید به صفحه اصلی یعنی index.html. خب این رو با استفاده از لایف سرور باز میکنم. در این صفحه میبینید که این قسمتمون تبدیل به لینک شد. با کلیک بر روی اون مستقیم میریم به قسمتی از صفحه که حرف H در ابتدای صفحه قرار میگیره. خب بقیه موارد رو شما خودتون میتونید این لینک ها رو انجام بدید برای تمرین بیشتر. از این که همراه ما هستید سپاسگزارم. تا ویدئوی بعدی، بدرود.